در این ایام چی باید کرد؟ کدام اعمال را بیشتر انجام داد؟ در ایام ذوالحجه تمام اعمال خیری که میدانیم و عملی که میدانیم اجر و ثواب داره و عبادت هست انجام بدیم. اما از همه بیشتر چند عمل، 8 عمل به طور خلاصه و فشرده اشاره میکنم که در این روزها این اعمال رو پیش خود یادداشت داشته باشیم که این اعمال در این روزها اجرا بشه و تا اینکه ما از اجر و ثواب و برکات و فضائل این عشره ذوالحجه محروم نشیم. اول در ایام عشره ذوالحجه بحث استغفار هست. استغفار میشه به عبارت دیگر گفت توبه. استغفار، توبه خالصانه و مخلصانه. خود توبه چی هست؟ توبه بازنمودن صفحه جدید. توبه یعنی بازنمودن صفحه جدیدی. ما میخواییم از همین لحظه یک صفحه جدیدی با خود باز کنیم به پروردگار عالم. پرونده ما خیلی به هم ریخته. مثالی بیان میکنم، بیشتر مثالها به خاطر تفهیمه، به اینه که یک نفر در جای معامله کرده، معاملی خیلی به هم ریخته و بالآخره طرف شریکش هر لحظه او را آزار میده، اذیت میکنه، هشدار میده که متوجه باش، اگر تصفیه نکنی، اگر بالآخره حساب را درست ندی، اگر فلان و فلان، خب تهدید میکنه، هشدار میده. در این حالت شخص پریشانه، میخوابه پریشان، راه میره پریشان، مینشینه نگران. یک بار بری زنگ میآید از طرف دوستش، همین ما کسی که با او معامله داره، میگه بیا برادر کل قضیه رو بخشیدم، یا یک صفحه جدیدی باز میکنیم، دوباره از سر بالاخره شروع میکنیم به کار و معامله. چقدر این شخص خوشحال میشه. یک نفر پول آب و برق خورد، تحویل نکرده، زیاد شده، پریشان نگران. یک بار بری زنگ میآید که برادر همین کار آب و برق تو تصفیه شد، خلاص دیگه پریشان نباش، بیا از ابتدا از سر کار ورق بگیر. توبه همینه. الله سبحانه تعالی میگه ای بنده من، هر گناهی که کردی، هر معصیتی که کردی، هر بیراهی که رفتی، هر نوع گناهی که انجام دادی، بیا یک پرونده جدید، یک صفحه جدید بیا به خود باز بکن. بیا او گذشته های تو را من بخشیدم، تمام. بیا فقط صفحه جدیدی باز بکن و بر او صفحه جدید خود اعمال صالحه را بنویس. بیا مسیر خود را در صفحه جدید مشخص بکن که همانا بهشت و رضایت من هست. به این عزیزان و بزرگواران، در ایام ذوالحجه، در ایام عشره ذوالحجه، 10 روز ذوالحجه، از جمله اعمالی که باید ما متوجه باشیم و انجام بدیم بحث استغفار هست. استغفار، نبی مکرم اسلام شبانه روز 70 مرتبه استغفار میکردن. در یک روایت میاره 100 مرتبه استغفار میکردن. امی حدیث میخواد با ما چی درسی بده که رسول الله 70 مرتبه استغفار میکردن، رسول الله 100 مرتبه استغفار میکردن؟ این میخواد این درس بده که ای بنده، اگر در یک روز 70 مرتبه هم نافرمانی الله را کردی، باز هم از درگاه الله ناامید نشو. 70 مرتبه توبه کردی، توبه را شکستاندی، گناه کردی، باز توبه کردی، باز دنبال گناه رفتی، پریشان و پشیمان نباش. مهم اینه که استغفار داشته باشی. استغفار توبه خالصانه و مخلصانه. و الله سبحانه و تعالی می فرماید فقلت استغفروا ربکم. شما که استغفار بکنیم ثمره و نتیجه چی میشه؟ از الله آمرزش بخواه، از الله آمرزش بخواه. آمرزش خواستن کار سختیه. یا الله نفهمیدم، ندانستم، اشتباه کردم، این کار سختیه. برو در یک خانه تک و تنها، نیازی نیست که بالاخره به حضور مردم استاده بشی بگی آی مردم من گناه کردم میخواهم توبه کنم. نه، برو در یک خانه تک و تنها، دروازه را محکم ببند بین تو و بین ربتو. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله آمرزنده است. ای رب من، تو میدانی
از قلب من آگاهی، از فکر من واقفی، علیم بذات الصدوری. او جایی که من گناه کردم نه پدر دید، نه مادر دید، نه قوم، نه خش، نه همسایه، فقط تو نظاره کردی و تو دیدی و بین من و تو فقط این راز گذاشته و من پیش تو شرمندگی دارم. ای رب من، تو غفاری، تو خیلی آمرزندهی، خیلی مهربانی. و اینه که در ایام ذوالحجه استغفار روزانه، استغفر الله و اتوب الی. پروردگارا من آمرزش میخواهم از تو، تو توبه پذیری، تو توابی، تو توبه را میپذیری. و الله هم وعده کرده فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. میخوای خیر و برکت بیایه، استغفار بکن. استغفار در زندگی انسان تحول ایجاد میکنه، زندگی انسان خیر و برکت میاره. استغفار بکن. پس یکی از اعمالی که ما همیشه باید انجام بدیم، خصوصا در ایام ذوالحجه، در عشره ذوالحجه، استغفار هست عزیزان و بزرگواران.